شبهه ارتداد صحابه رضی الله عنهم اجمعین. خود عایشه هم برای شما این البدایه و نهایه دم دست همه هست، این نرم افزارها، جلد 6 صفحه 33. ایشون میگه براش لما گفت رسول الله ارتدت العرب قاطبة، وقتی پیغمبر از دنیا رفت تمام عرب از دم مرتد شدن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت تمام عرب از دم مرتد شدن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت تمام عرب از دم مرتد شدن. بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عده‌ای از مسلمانان از دین خارج شده و مرتد شدند و این همان موضوعی است که الله متعال در آیه 54 سوره مائده به آن اشاره فرموده است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دینش برگردد و مرتد شود، بلافاصله الله قومی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند و نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و نسبت به کافران سخت و نیرومندند. در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند. این فضل و بخشش الله است، به هر کس که بخواهد آن را می بخشد و الله گشایشگر داناست. الله متعال در این آیه خبر از قومی می دهد که الله آنان را دوست دارد و آنان نیز الله را دوست دارند. این قوم بلافاصله بعد از مرتد شدن عده‌ای از مسلمین با آنان به جهاد پرداخته و در این راه از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسد. تاریخ نیز گواه است که بعد از ارتداد عده‌ای از مسلمین در صدر اسلام، این ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و دیگر اصحاب رضی الله عنهم اجمعین بودند که با تحمل سختی‌ها و پریشانی‌های بعد از وفات پیامبرمان با مرتدین به مبارزه پرداخته و آنان را از بین بردند. اما از آنجا که آخوند قزوینی بر این باور است که صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات ایشان مرتد شدند، برای اثبات این باور خود از کتب اهل سنت طبق عادت همیشگی خود قسمتی از یک روایت اهل سنت را نقل و از ذکر قسمت آخر روایت چشم پوشی می نماید تا مبادا تلبیس و دروغ ایشان برای بینندگان هویدا گردد. ابن کثیر رحمه الله در البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 336 از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کند که فرمودند: لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتدت العرب قاطبه واشرأبت النفاق والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح شدند، اکثر عربها از دین برگشتند و نفاق علنی شد. قسم به الله که بر پدرم مشکلاتی آمد که اگر بر کوههای سر به فلک کشیده وارد می شد آنها را تکه تکه می کرد
و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مانند بزهای باران زده‌ای در تاریکی شب چراگاهی پر از درنده گردیدند. خود عایشه هم برای شما این البدایه و النهایه دم دست همه هست، این نرم افزارها، جلد 6 صفحه 33. ایشون میگه برایش لما گفت رسول الله ارتدت العرب قاطبة. وقتی پیغمبر از دنیا رفت تمام عرب از دم مرتد شدن. حال باید به این آخوند رافضی گفت اولا چرا ادامه روایت را ذکر نمی کنید که اگر روایت درست است پس تمام آن درست است. ثانیاً در این روایت جمله ارتدت العرب قاطبه به معنای اکثریت عرب است و نه به معنای تمام عرب، زیرا ادامه روایت دلالت بر استثناء نمودن ابوبکر صدیق و صحابه پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم دارد. ثالثاً اگر این روایت را قابل استناد می‌دانید و آن را دلیلی بر ارتداد صحابه و تمام عرب می‌شمارید، پس باید بر اساس همین استدلال اهل بیت را نیز مرتد بدانید، زیرا در این روایت از ارتداد عرب سخن گفته شده و اهل بیت نیز عرب بودند. رابعاً اگر به گمان شما صحابه مرتد شدند، پس طبق وعده الله متعال آن قومی که بلافاصله با آنان جنگیدند چه کسانی بودند؟ و چرا تاریخ سراغ ندارد که هیچ گروه مسلمانی بر علیه ابوبکر و عمر شمشیر برداشته باشند؟ حقیقت آن است که یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مصداق حقیقی کسانی بودند که الله متعال معامله آنان را در مقابل مرتدین این گونه ستوده است: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دینش برگردد و مرتد شود، بلافاصله الله قومی را می آورد که آنها را دوست دارند و آنان نیز او را دوست دارند و نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و نسبت به کافران سخت و نیرومندند. در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند. این فضل و بخشش الله است، به هر کس که بخواهد آن را می بخشد و الله گشایشگر داناست.